کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور به توجه میمانان و ساکنان مملکت میرساند که روزهای 13 و 15 آگوست سال 2024 در حدود یک قطار ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت سوخت همچنین غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان از سبب بالاروی دمای هوا خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی میماند. غیر از این در پس منظر بالاروی حرارت احتمال بلند شدن سطح آب رودخانه‌های کوهی و نزد کوهی، ریزش سنگ از کوه و تپه‌ها و یرش وجود دارد. در این ارتباط کمیته تکرارا به اهالی مراجعت میکند که در این روزها هنگام بود و باش در ساحل رودخانه‌ها و یا هنگام کوهگردی احتیاطکار باشند. کمیته از ساکنان خواسته است که از قبل جوی و کانال‌های نزد خانه‌های خود را اثر گونه پرتوها تازه کنند تا در صورت آمدن آب زیاد مجرای آن دیگر نشود. تاجیکستان چند هفته باز در پنجه گرمای شدید قرار دارد. بالا رفتن حرارت هوا باعث بالا رفتن سطح آب دریاها و فرو ریختن سیل‌های خرابی آور می شود. شام 4 آگوست در پی چنین یک سیل شدید 45 عائله را از دهه زوگوند نویه اشکوشم به مکانهای امن کوچاندند. حکومت تاجیکستان گفته است که برای ضرر دیدگان در یک مکان امن‌تر خانه‌های نو خواهد ساخت.